شهر دوشنبه کوچه ظفر ناظیموف 8 این قدمجوی استاد ظفر ناظیموف است. باید قرد کرد که این کوچه را بعد از وفات استاد به نام او گذاشتند. فرزندانش افتخار میکنند، نه تنها فرزندانش بلکه همسایه‌ها نیز افتخار میکنند که در کوچه ظفر ناظیموف زندگی میکنند. حالا در این حوالی همسرش طاووس ناظیموف با فرزندانش عمر به سر میبرد. پدرم در روی حولی نشستن رو دوست می داشت و درخشینانی و باغداری رو به نهایت دوست می داشت. این درختی که میبینید پدرم شنونده است و افسوس که از این میوه ها نچشیده است. با همراهی رفیقانشان می نشستند. سعید بخاری، مجیدوف، پرده قاسیموف، اکای کنجا، اکای دودرجان، قلندر، کریم جان، عطاخوجا. پدرم یک خصوصیت داشت که این نامی برادرام، نامی خودم و نامی رفیقانشان میماند. من عطاخوجا یک دوستشانم عطاخوجا، به خاطر آن کس نامی من را عطاخوجا ماندم. باز کریم جان برادرم بود و هم به نام خاطر یکای کریم جان نامشون را کریم جان ماند و قلندر دادم. و هم به خاطر نام رفیقشون قلندر ماندگی. اساساً اینها 12 نفر بودند و نوبت در خانه یکدیگر می نشستند و صحبت میکردند، آفریزی میکردند. استاد ظفر ناظیموف نه تنها در تاجیکستان بلکه در خارج کشور نیز اخلاصمندانی خود را داشت. یک مردی روس از شهر پرم روسیه دلداده هنر استاد ظفر ناظیموف بود. به همین خاطر آن مرد رسم ظفر ناظیموف را تصویر کرده به تاجیکستان آمده آن را به ظفر ناظیم تقدیم کرد. اسباب‌های پدر به نهایت زیاد بودن در خانه، از بس که به دوستانش تحفه کرده است. اخیراً رباب هست در خانه وقت‌های اخیر استفاده می‌برد. ما ایران در خانه همچون میراث می‌دادیم. ما تا سالهای 1994 در ناحیه رودکی زندگی میکردیم و پس از آن به اینجا کوچ بسته اومدیم و تا لحظه آخرانی پدرم در اینجا زندگی میکردیم. این جوان از سالی که ما به این خانه اومدیم، این جوان رو پدرم مخصوص برای خودشون، برای نگاه داشتن کتاب ها، عکس ها و مجله هایی که فقط به خود آنها دخل داشتن، در این جوان ما تا حال این رو نگاه می‌داریم. این آلبوم های آخرانی پدرم میباشند که یک آلبوم های کنسرت و زادروزشون که در خانه جشن گرفته بودیم، همون آلبوم ها میباشند. این آخران کنسرت میباشد که در کاخ بربد 70 سالگی پدرم با برادرم جاویدان و قلندر برگزار گردیده بود. از بس که با آواز زنده در اونجا برآمد میکردم و وضع سلامتیشون نه آنقدر خوبتر بود، تیاری سخت میدیدم. پدرم با اردن و مدال های زیاد مشرف گردیده است که آخران اردن پدرم این اردن شرف میباشد که از طرف جناب عالی تهیه گردیده است. در این لحظه های فراغ بخش به شما از تحت دل تنصیحات های آسودگی روزگار، خانه آبادی و کامیابی های نوین ایجادی را آرزو می نمایم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. در این جوان لباس های پدرم تازه و آزاده نگاه داشتند که هر یک تاش تاریخ خود را دارد و لباس های صحنوی می باشند. مثلا این جمعهشون این در کنسرت 70 سالگی پدرم به پدرم تقدیم کردیده بود. در کتفشون محض همین جمعه پرتافته شده بود. غیر از این
این جمعه می باشد که به پدرم از قرقیزستان هنگامی سفر هنری پدرم به پدرم تقدیم گردیده بود. اینجا باز کاستوم هایی که پدرم به کار می رفتن و کاستوم هایی که به چورابینی ها و جشن ها و توی ها می رفتن، هر یک تاش الوهیده در اینجا نگاه داشته شده است. ما از همین کاستوم با پدرم خیلی میزبید که تا حال بوی پدرم میکنه. سوم آگوست سال 2010 استاد ظفر ناظم از دنیا درگذشت و در بلندی لوچاب به خاک سپرده شد. استاد همگی 70 سال داشت. از 70 سال 50 سالش را در صحنه گذرانیده به وطن و ملت خویش خدمتی بزرگ کرده است. کسی که مهمان می‌آمد به خانه وی نمی‌خواست برود، برای که خوش‌سخن بود، مهربان بود. وی همه اوقاتی که مثال ملی بود، آش شوربا چیزی که بود از دستش همه از خودش می‌آمد. ما هر دو بسیار وقتا می‌کردیم. وای شب بود روز بود وای فرق نبود. من تازه می‌کردم وای خودش اوقات می‌کرد. مهمان بود سراسیمه بود، میگفت که مسعود جان بیا گوشت و کارتشکا سرخ کنیم که مهمان سراسیمه. مهمانی که مثلا وقت داشت میشیش وای با وای مثلا شوربا یا که آش با یگان اوقات ملی تیار می‌کرد. بیشتر صحبت می‌کردیم. من یاد می‌داد میگفت مسعود جان وقتی که در خانه مهمان آمد میگفت دست در زر باشد میگفت همه را مانو ای خفای مهمانش که مهمان عطای خدا است. گلاس شینانده استاد ظفر ناظموف الکی میوه بسته است. بعد چند نبرگان و فرزندانش کام خود را شیرین میکنند، ولی درخت ایجادیات استاد در همه فصل ها پر از میوه است.